يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. خداوند آیات رو چنین برای من و شما روشن میسازه، راه رو برای من و شما چنین واضح میکنه. در شأن یک مسلمان نیست که در مجالس غیر اسلامی که انواع موادهای حرام، انواع نوشیدنیهای حرام در آنجا پخش می شود، روی موسیقی میارن که موسیقی شرعاً در اسلام، در دین من و شما حرامه. این گروه ارکستر قبل اینکه بیاد برنامه خودش رو اجرا بکنه، قبلش نصف بیانیه‌ای که قراره بیاد بخونه را از قبل میگیره، یک چک سفید هم میگیره که اگر فردا روز دعوای شد، زدن ارگشو خورد کردن، گیتارشو خورد کردن، بتونه خسارتشو از صاحب مجلس بگیره. و بدتر از این درخواست شراب میکنه، درخواست مواد مخدر میکنه، میگه اینا برای من فراهم بسازید، گرم بشم تا قشنگ مجلس شما رو بتل کنم. این نشد که مسلمانی من و شما، اون خودش ایمانش از بین میبره و از اون ور ایمان من و شما، اعتقادی که به خدا داریم، به سنت‌های اسلام داریم، میخواد از بین ببره. در یک شب 50 الی 100 میلیون برای مجلسش خرج میکنه. مرد حسابی میتونی همین 50 میلیون، 100 میلیون، آقا 20 میلیون، 10 میلیون، همینو میتونی به مؤسسه های خیریه، برای مدارس علمی آموزشی، مدارس اسلامی کمک کنی، توشه‌ای برای آخرتت باشه. این دنیا دنیای دار مکافاته، این دنیا دنیای امتحان الهیه. من و شما باید یک کم فکر و تعقل بکنیم.